سلام دوستای نازنین، خوب هستین؟ جانشون جوره، در کجا که هستین سرفراز کامیاب باشین. دیگه امروز وقت مخلاص شد در مشهد تیکت گرفته بودیم 3-4 روز پیش. دیگه امروز رئیسیم واپس طرف تهران. دیگه ترین گرفتیم برای 4 نفر. سلام دوستای عزیز، خوبین؟ جماعتون جوره. ما از قضیه خاطر زدم به خاطر که اینجا هوایش کم یخ گرم شد، اینجا قاعدم بخ سوخت نلب ما بعدم. این دیگه مولم دیم در قطار این شو اینا در صفادر قطار برای تهران. دیگه من قطار میخواد طرف تهران بره، من ترین یعنی مولم در ریلوی استیشن یعنی در اسگای قطار، اسگای آهن مشهد. اون میتونی شما بفهمید. دیگه و این خوبیش اینه لیڈیز کس جدا دروازه داره، جنس کس جدا دروازه داره، یعنی خواهران یا زنها کس جدا دروازه داره، مردا کس جدا بدی انشی دروازه داره. نه دوستان دیگه داخل منتظر است، کوشش میکنم داخل میشم. دیگه دوستان بریم درون. دیگه شما سری که ویدیو رو درون را اول نفهمید شینای مشهد طرف تهران سفر مونم. دیگه بریم سری کردیم که چطور جای است، چطور است، خوبه نیه. دیگه شما سری که بریم ویدیو را. یعنی مثلا درون ترین استیشن چیز است مشهد. دیگه باز خوب است، صاف سوترای بسیار خوبه. دیگه مردم تمام انتظار است برای ترینای خوب. دیگه نباسلی روش کنیم سوتکیس گرفته جاوید محسن. دیگه اونا من دیگه تاکسی هم داده بود، محسن نفر من دیگه تاکسی هم داده بودیم، چرا که پوره بمون یک تاکسی جای نمیشدیم. دیگه حالا خبر نمیکنه از کجاست، باید اونا رو پیدا کنیم. دیگه 3 نفر اونها بوده که 3 نفر ما بودیم. کجا شده گناه؟ دوستا اینی دیگه اتاق موسته طرف تهران. اینجا 2 نفر دبال میتونه خواب کنن، 2 نفر دتا. دیگه اینی بیزنس کلاس است که ریزرو کرده بودیم، دیگه جای تمامشون خالی. دیگه موریم سفر طرف تهران، بسیار صاف سوتره منظم. دیگه تمام چیزی بهترین است. دیگه بریم سیل کنیم چطور است. بیا محسن درون بیا. دیگه تی وی داره، تمام چیز داره منشی. جابنی اینا داداش اونجا باید بریم برای سرازو. دوستای نازنین ما اومدیم ششتیم دبنی ترین. دیگه سامان نرجم کردیم، استیخ خورم پوشیدیم. دیگه شاوزر برای خانگی ره. دیگه سامان نرمون نشدیم دیگه دیگه جای ما رجوع کردیم. دیگه تقریبا گاڑی ره 8 بجه 8 دامن ترین حرکت من طرف تهران. دیگه 8 صبح انترا میرسه. دیگه 12 گنجه شدن راسته. دیگه برو هوا گرم است، تو خاطر کم آدم چیزا شده. دیگه روز کم وضعیت من خراب بود، سردرد فهمیدی. نه تنها ما تمام کم سردرد بودیم، بعد بیشتر موضوعات خوردیم. دیگه خوب شدیم. دیگه میتونه بریم سفر را منشین سیر کنیم که چطور است. شما قرض منتظر باشین، ویدیوهای موسیقی کده بریم. بس خیر انشالله که گوش میدیم. دوستا ما واقعا موسیقی دی برنامه کردیم کردیم یک فیلم سیر کنیم. دیگه یعنی جوش میدیم کردیم یک فیلم اشتیم تازه شروع شده. دیگه سفر دراسه 1-2-3 فیلم سیر کنیم. بس تا اوتی مشاهد خوام و باید دیگه کردیم یک فیلم سلیکت کردیم خداقای موسیقی نوش منی ادرف ششته. دیگه باسلی و جاوید طرف شته، اونای طرف میدن تی وی سیل کنه، مو طرف میدن تی وی سیل کنه. دیگه یعنی طرف تی وی سیل کنه موریم. دیگه فیلم تا اوتی مشاهد نانم باید بس نانا خوردن بخیر وقت خوامشه خوامونه. دوستا وقتی نان شده دیگه یعنی وش منین ساعت اشتراکت کردیم یا یعنی 9-13 دقیقه. دیگه اینی چاول گوشت آورده. دیگه محسن خانم درونان مخر نوش جان آقای محسن باسلی نوش جان من جاوید برای نوش جان که داری است. دیگه آدم که چیکیر برای ترین بگیره یک چیز نگفته نمونه. باید آدم کمونش که چیکیر میگیره باید غذاهای خود انتخاب کنه که چیز میخوای بخوری. اگر نه بس مثلا ما گروپینگ هم دیدیم برای ما 4 رنگ نان آورده. دیگه آدم باید نان خود پیش انتخاب کنه بس نان که میخوای اونم زو برای میره. دیگه مون نان نوش جان مونیم دیگه جایشم خالی. دوستان اینجا 20 دقیقه برای نماز استاد کرده. دیگه 9 تقریبا نزدیکای داسته.
دیگه می چیزای کشور اسلامی بسیار خوب است. دیگه وقت نماز است، بر ترین ریسات ده تقریبا 20-25 منت ایستاد است، وقت نماز است، باید بریم نماز کنیم. دیگه ما موضوع گرفته یک نماز کرده باز واپس مایمونی ترین. التماس دعا دوستامو نماز خواندم دیگه، پس پشتوش کنین جای نماز خانه است دیگه. نماز خواندیم دیگه، وقت خیر می 5 منت دیگه مونده که واپس ترین حرکت کنه طرف تهران دیگه. در خیال من باز دوباره برای نماز صبح استاد مونه دیگه. بعد از اون جمعی هفته شاید صبحانه بیدیه باز اونشت بخیر میرسیم به تهران دیگه تا صبح دیگه. شب خوب داشته باشین، اگر روز است روز خوب داشته باشین. تا صبح روز شما ان شاء الله. صبح شب بخیر. ما هم رسیدیم در منزل خود در شهر تهران. شب بسیار خوب بود، خوب تیر شده دیگه، بسیار خوب کردیم دیگه. هم رسیدیم در خود شهر تهران. خبر نیستم که در کدام استیشن چستیم، مطلب رسیدیم در خود تهران دیگه. الان موریم با هتل خوب پیدا کنیم دیگه، ناشته کنیم، صبحانه بخوریم دیگه. بچه‌ها تمام هوایش پر شده، اخلاقات بسیار خوب شده دیگه. دیگه بریم یک هتل پیدا کنیم دیگه. باز انشالله وش کنیم. سلام دوستای نازنین دیگه. امروز برای رستوران بسیار چیزا شدیم، عذاب شدیم. تقریبا صبح 7 بجه رسیدیم دیگه، نه 1:30 بجه، تقریبا نزدیکای 2 بجه که بودیم یک هتل خوب پیدا کردیم دیگه. نه هتل است، 2 نفر موینچ خواهمونیم دیگه. فریج واس که آقای آسیف یک ریزه فریج داره، چای مای داره و نه اتاق خوب گوش میدید نشی ریزه جوز موز اشته است دیگه. اتاقش خوب است ولی بد نیست، بهترینه دیگه. نیم امام شی دشویی شی دیگه. نیم امام دشویی شی دیگه. اینی اتاق باسلی نه، اتاق باسلی و جاوید دیگه. اتاقش خوب است، صاف سوتره بسیار خوبه. مقصد یکم عذاب شدیم دیگه، اتاق پیدا کردن یکم سخت است اینجی دیگه. آقای آسیف هم عذاب شده بیچاره، از دیگه جای هم داده اینجی، از مو کمک کدو دیگه. بریم